همیشه وقتی صحبت از جنایت‌های تکان دهنده میشه، ذهن اکثر ما سرراست میره سراغ تاریک‌ترین ساعات شب، سراغ کوچه‌های خلوتی که چراغاشون خاموشه یا غریبه‌هایی که سر و صورتشون رو پوشوندن. تصور ما از آدم‌های روانی یک همچین چیزیه. خودمون رو اینطوری توجیه میکنیم تا حس امنیت کاذب داشته باشیم. فکر میکنیم شرارت همیشه یک فرم مشخص، خشن و زشت داره که میشه از چند متری تشخیصش داد. اما روانشناسی جنایی و واقعیت‌های تلخی که توی صفحات پرونده‌های قتل ثبت شده، تصویر کاملا متفاوتی رو جلوی روی ما میذاره. واقعیت اینه که گاهی اوقات هولناکترین فجایع درست توی روشنایی روز اتفاق میافتن، نه توی مخفیگاه‌های دور افتاده، بلکه وسط یک کوچه شلوغ یا حاشیه یک زمین بازی محلی، جایی که هیولاها نه قیافه ترسناکی دارن نه رفتاری عجیب و غریب. اونا با یک لباس معمولی، چهره‌ای کاملا معصومانه جلو میان. اونا میتونن نوجوانهای 16 ساله‌ای باشن که در ظاهر حتی هنوز درگیر دغدغه‌های دوران بلوغشون هستن، اما توی لایه‌های زیرین ذهنشون سناریوی دقیق و بیرحمانه‌ای رو برای گرفتن جان یک انسان دیگه مرور میکنن. سن و سال توی این معادلات فقط یک عدده. قساوت قلب هیچ حد و مرزی نمیشناسه. سلام به همه شما همراهان گرامی، من عرفانم و اینجا کانال سرنخه، جایی که ما با نگاهی تحلیلی و موشکافانه تاریک ترین پرونده‌های جنایی واقعی رو کالبد شکافی میکنیم تا بفهمیم پشت رفتارهای انسانهای جنایتکار چه پیچیدگی‌هایی نهفته است. در این قسمت قراره به یکی از هولناکترین پرونده‌های جنایی دهه 80 ایران سفر کنیم. پرونده‌ای که آرامش یک شهر تاریخی رو به یک باره نابود کرد و جامعه رو در شوکی عمیق فرو برد. ما در طول این مسیر علاوه بر بررسی جزئیات وقایع به یک پرسش بنیادی و جنجالی هم پاسخ خواهیم داد. آیا واقعا انسان‌ها ممکنه قاتل بالفطره به دنیا بیان یا این جامعه و محیط اطرافی که از اونا هیولا میسازه؟ اگه به مباحث جرمشناسی و روانشناسی جنایی و داستان‌های واقعی علاقه دارید، حتما همین الان کانال سرنخ رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا در پرونده‌های بعدی قدم به قدم همراه ما باشید. اشتراک گذاری دیدگاه‌های شما در بخش نظرات هم باعث میشه که کیفیت سناریوی بعدی رو بالاتر ببریم. حالا بیایید زمان رو برگردونیم به عقب، به فروردین ماه سال 1386. شهر مرودشت در استان فارس مثل هر سال در روزهای ابتدایی بهار میزبان هزاران گردشگری بود که برای دیدن شکوه تخت جمشید به این منطقه سفر کرده بودند. بوی عید، شلوغی بازار و رفت آمد مسافران فضایی پر از زندگی و نشاط به شهر داده بود. اما درست در زیر این ظاهر آرام و دلپذیر جریانی مسموم و مکتوم در حال شکل گیری بود. روز 17 فروردین بود که سکوت کلانتری مرکزی مرودشت با ورود سراسیمه مردی فرو ریخت. مردی به نام ملک حسین با چهره آشفته، چشمانی از حلقه در آمده و دستانی که ناخودآگاه میلرزید وارد سالن شد. از فرط اضطراب توان درست حرف زدن نداشت. خودش رو به باجه افسر نگهبان رسوند و با صدایی که بریده از گلوش خارج میشد گزارش داد که پسر 9 سالش به نام حامد روز قبل برای یک خرید ساده از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. خانواده تمام بیمارستان‌ها، خیابان‌ها و منزل اقوام رو زیر پا گذاشته بودند، اما هیچ رد و نشانی از حامد به دست نیامده بود. ناپدید شدن یک کودک خردسال در ساعات پرتردد روز آژیر خطری بود که برای مأموران پلیس به صدا درآمد. پرونده فقدانی فوراً تشکیل شده، تیم‌های عملیاتی برای تحقیقات محلی اعزام شدند. خبر ناپدید شدن حامد مثل صاعقه در محله پیچید و موجی از نگرانی‌ها را در میان اهالی ایجاد کرد. خانواده ها فرزندانشان را درون خانه ها مبهوت کردند. کوچه ها سایه‌ای از ترس به خود گرفت، اما چیزی که هیچ کس در آن لحظه نمیدانست این بود که این اتفاق تنها نخستین دومینو از یک زنجیره شوم و پنهانی بود.
هنوز چند ساعت از ثبت گزارش ملک حسین نگذشته بود که مرد دیگری با ظاهر اضطراب زده وارد همان کلانتری شد. او از مهاجران افغانستانی ساکن منطقه بود. مرد شکننده و غمزده جلو آمد و اعلام کرد فرزند 10 سالش به نام کریم ناپدید شده است. اما نکته شوکه کننده پرونده زمان وقوع حادثه بود. کریم نه امروز بلکه در 12 فروردین ماه گم شده بود، یعنی 4 روز کامل پیش از ناپدید شدن حامد. علت این تأخیر 4 روزه ترس عمیق و خفته‌ای بود که معمولاً در میان قشر آسیب‌پذیر مهاجران وجود دارد. ترس از نداشتن مدارک کامل اقامتی، واهمه از هزینه‌های قانونی یا پیگیری‌های قضایی. این پدر رنج دیده 4 روز تمام به تنهایی در جستجوی فرزندش شهر را گشته بود، به امید اینکه شاید کریم خانه یکی از دوستانش رفته باشد. اما با شنیدن خبر گم شدن حامد متوجه شد مسئله فراتر از یک بازیگوشی کودکانه است و سایه یک تهدید مشترک کودکان محله را نشانه گرفته است. پلیس در برابر یک الگوی مشخص قرار گرفته بود. 2 پسر بچه 9 و 10 ساله در یک محدوده جغرافیایی یکسان و با فاصله کوتاه ناپدید شده بودند. وقتی کارآگاهان جنایی با پرونده ناپدید شدن همزمان 2 کودک در یک جغرافیای مشترک روبرو شدند، نخستین گام تحلیل الگوی رفتاری عامل یا عوامل این حادثه بود. کارآگاهان دایره مبارزه با آزار و دزدیدن کودکان با یک فرضیه کاملا کلیدی و روانشناختی پیش رفتند. فردی که دست به رو بودن این 2 کودک زده قطعاً یک غریبه و فردی ناشناس برای اهالی محله نیست. امکان نداشت یک شخص غیر بومی بتواند 2 پسر بچه 9 و 10 ساله رو در شلوغی و روشنی روز بدون کوچکترین داد و فریاد، جلب توجه یا مقاومت از وسط کوچه ناپدید کنه. این سناریو یک معنای تلخ داشت. عامل حادثه فردی از خود همان منطقه بود، شخصی که رفت و آمد کودکان را میشناخته، ساعات خلوتی محله را زیر نظر داشته و از همه مهمتر اعتماد کودکان را به دست آورده بود. بچه‌ها بدون هیچ ترسی همراه او شده بودند، چون او را یک دوست یا چهره‌ای آشنا می‌دیدند. تیم‌های بازجویی و تحقیقات میدانی شروع به بازجویی چهره به چهره از اهالی، مغازه‌داران و کودکان محله کرد. اونا دنبال کوچکترین نقطه عطف، یک شاهد عینی یا یک جزئیات بی اهمیت میگشتن تا کلاف سردرگم پرونده باز بشه. سرانجام پس از ساعتها پرسجو یکی از همسایگان نکته پرارزشی رو مطرح کرد. او ادعا کرد حامد را درست ساعتی پیش از ناپدید شدنش دیده که به همراه یکی از دوستانش به نام صادق مشغول بازی بوده است. صادق یک پسر بچه 12 ساله از همان محله بود. مأموران فوراً صادق را به کلانتری هدایت کردند تا به عنوان آخرین فردی که حامد را دیده مورد پرسجو قرار بگیره. اما وقتی صادق روی صندلی اتاق بازجویی نشست، رفتار و زبان بدن او بلافاصله نظر متخصصان رفتارشناسی پلیس رو به خودش جلب کرد. صادق موقع پاسخ دادن به پرسش‌های ساده از برقراری تماس چشمی خودداری می‌کرد. نگاهش مدام میان کف اتاق و گوشه‌های دیوار در نوسان بود. شمرده حرف نمی‌زد. بدن کوچک او دچار لرزش خفیفی شده بود و خودش را روی صندلی جمع کرده بود. در روانشناسی جنایی این نشانه‌ها سیگنال‌های کلاسیک پنهانکاری و تحمل یک فشار روانی شدید هستند. صادق 12 ساله در حال حمل رازی سنگین و سهمگین بود. او قصد دروغگویی شرورانه نداشت، بلکه به شدت از چیزی یا کسی می‌ترسید. افسران آگاه پرونده دریافتند که فشار آوردن یا ایجاد ارعاب روی یک کودک 12 ساله نتایج معکوس خواهد داشت. بنابراین تاکتیک بازجویی تغییر کرد و از روش اطمینان کاذب و ایجاد امنیت روانی استفاده شد. افسر پرونده با لحنی آرام و صمیمی به صادق نزدیک شد و گفت: صادق جان، ما میدونیم چه اتفاقی افتاده و چه کسی حامد رو برده. ما همه چیز رو بررسی کردیم و به حقیقت رسیدیم. فقط میخوایم از زبان تو بشنویم تا بتونیم قبل از اینکه دیر بشه دوستت حامد رو نجات بدیم. این جملات ساختار دفاعی و ترس خفته درون صادق رو در هم شکست. اون ناگهان بغضش ترکید و با حقیق و گریه بی امان جمله ای رو بر زبان آورد که شوک عظیمی به حاضرین وارد کرد. او به من گفت اگه به کسی حرفی بزنم من رو هم مثل حامد میندازه توی رودخونه کور. ترس از تهدید مرگ
ابزاری بود که جنایتکار برای سکوت شاهد خردسال استفاده کرده بود. اما بالاخره وجدان و حس ترحم بر ترس غلبه کرد و صادق نام متهم را فاش کرد: رضا نوجوانی 16 ساله و از بستگان صادق بود. صادق توضیح داد که رضا به بهانه موتورسواری حامد را سوار کرد و به منطقه پرت و خالی از سکنه در اطراف شهر برده است. او اعتراف کرد که رضا در آن منطقه حامد را مورد ضرب و شتم عجیبی قرار داده و پیکر بیجانش رو درون آبهای خروشان رودخانه کور انداخته است. شنیدن نام رضا عملیات را وارد فاز ضربتی کرد. تیم‌های ویژه پلیس ظرف مدت کوتاهی اقامتگاه رضای 16 ساله را محاصره و او را دستگیر کردند. هنگام ورود به بازجویی قیافه رضا کاملا معمولی و بدون هیچ نشانه ظاهری از خشم یا بیماری به نظر می رسید. او ابتدا با لبخند و قیافه‌ای حق به جانب همه چیز را تکذیب کرد و ادعا کرد صادق دچار توهم شده است. اما کاراگاهان با یک بررسی دقیق فیزیکی متوجه شدند کفش‌های رضا هنوز هم نمدار و آغشته به گل و رس مخصوص حاشیه رودخانه کور است. گلی که ترکیبات شیمیایی و بافت آن فقط در جداره‌های آن رودخانه یافت می‌شد. وقتی شواهد آزمایشگاهی در کنار شهادت صادق قرار گرفت، ژست انکار رضا فرو ریخت. رضا بدون کوچکترین تغییر در حالت چهره و با لحنی بسیار خونسرد و عاری از هر گونه احساس و پشیمانی گفت: بله، من حامد رو تمام کردم. اما فقط حامد نبود. اون پسر بچه افغانستانی کریم رو هم من بردم. به بهانه گرداندن با موتور می بردمشون به جاهای خلوت. بعد از آزار دادن برای اینکه لو نرم مینداختمشون توی رودخونه و سپس حقیقت تکان دهنده تری رو فاش کرد که پرونده را از یک متهم به یک باند جنایتکار نوجوان تبدیل کرد. من تنها نبودم. 2 تا از دوستانم به نامهای محمد و سیامک هم در تمام این کارها با من همراهی کردند. سایه شوم یک هیولای چند سر بر مرودش سنگینی می‌کرد. حالا پرونده وارد تاریک‌ترین مرحله خودش شده بود. اعترافات صریح و بدون سانسور رضای 16 ساله مقامات قضایی و انتظامی را در شوکی عمیق فرو برد. حالا مسئله فقط یک آدمربایی ساده نبود. پلیس با یک باند جنایتکار خردسال روبرو شده بود که امنیت اجتماعی شهر را نشانه گرفته بودند. بلافاصله پس از لو رفتن اسامی همدستان یعنی محمد و سیامک، عملیات بازداشت اونا اجرا شد و همزمان تیم‌های تخصصی قواسی به همراه مأموران پلیس آگاهی راهی حاشیه رودخانه کور شدند، همان نقطه‌ای که رضا به عنوان قتلگاه کودکان اشاره کرده بود. فضای اطراف رودخانه غرق در ماتم و اضطراب بود. هوا هنوز نوسانات بهاری را داشت، اما سنگینی جو نفس کشیدن را برای حاضران سخت می‌کرد. خانواده‌های حامد و کریم با چهره‌های شکسته و چشمانی نگران در ساحل گل‌آلود رودخانه ایستاده بودند و به آب تیره خیره شده بودند. آبی که قرار بود پرده از یک راز هولناک بردارد. غواصان وارد عمق آب‌های سرد و گل‌آلود رودخانه کور شدند. جستجو در آن شرایط اصلاً کار ساده‌ای نبود، اما سرانجام تلخ‌ترین سناریوی ممکن رقم خورد. غواصان پیکر بیجان و سرد حامد 9 ساله و کریم 10 ساله رو از اعماق آب بیرون کشیدند. دیدن قامت کوچک و بی حرکت آن 2 کودک بر روی خاک قلب هر انسانی رو به درد می آورد. اما مسئله زمانی وحشتناکتر شد که گزارش پزشکی قانونی صادر گردید. آثار متعدد شکستگی و کبودی‌های شدید روی بدن بچه‌ها مشاهده می‌شد. در ابتدا تصور می‌شد این جراحات ناشی از برخورد بدن با صخره‌های کف رودخانه بوده، اما گزارش رسمی پزشکی قانونی مثل یک پتک سنگین فرضیات را تغییر داد. تمامی جراحات و شکستگی‌ها پیش از پرتاب شدن به داخل آب و به صورت عمدی ایجاد شده بودند. این یعنی کودکان بیگناه پیش از خفه شدن در آب زیر شدیدترین شکنجه‌های جسمی این سه نوجوان قرار گرفته بودند. انتشار این اخبار موجی از شوک و غضب عمومی را در سراسر کشور ایجاد کرد. رسانه‌ها تیتر زدند: سایه شوم جنایت پاکدشت بر فراز مردشت.
افکار عمومی که هنوز پرونده تلخ محمد بیجه را فراموش نکرده بود دچار ترس شدیدی شده بود. شدت قساوت این جنایت به حدی بود که در اقدامی نادر در تاریخ دادگاه‌های جنایی ایران وکلای تسخیری متهمان پس از مطالعه ابعاد فاجعه رسما از وکالت این قاتلان نوجوان انصراف دادند و حاضر به دفاع از آنان نشدند. در میان این بحران اعتراف جدیدی از رضا ابعاد پرونده را تاریک‌تر کرد. او به قتل پسری به نام اسماعیل اعتراف کرد و مدعی شد اسماعیل اولین قربانی آنان بوده است. اما بررسی سیستم‌های پلیس یک علامت سوال بزرگ ایجاد کرد. هیچ پرونده فقدانی یا گزارشی مبنی بر گم شدن کودکی به نام اسماعیل وجود نداشت. چطور ممکن بود کودکی به قتل برسد اما هیچکس پیگیر ناپدید شدنش نباشد؟ تحلیل‌های جرمشناسی کانال سرنخ نشان می‌دهد که اسماعیل احتمالاً فرزندی از یک خانواده مهاجر غیرقانونی و بسیار فقیر بوده است. در چنین شرایطی خانواده‌ها از ترس برخورد قانونی، نداشتن مدرک یا دیپورت شدن، ترجیح می‌دهند ناپدید شدن فرزندشان را پنهان کنند و این دقیقاً همان نقطه تاریک و ضعف اجتماعی است که جنایتکاران هوشمند از آن برای شکار قربانیان نامرئی استفاده می‌کنند. راز سرنوشت اسماعیل برای همیشه در اعماق گلولای رودخانه دفن شد و پیکرش هرگز پیدا نشد. اما اکنون وقت آن است که از منظر روانشناسی جنایی وارد اصلی ترین پرسش پرونده بشویم. آیا رضای 16 ساله یک قاتل بالفطره است؟ جامعه عموما برای فرار از تحلیل‌های ریشه‌ای ترجیح می‌دهد برچسب روانی بالفطره را روی چنین متهمانی بزند. اما علم جرمشناسی ثابت کرده که هیچ انسانی با ژن قطعی قاتل شدن متولد نمی‌شود. وقتی پرونده شخصیتی رضا بررسی شد، تصویر یک متهم کاملا شکست خورده و رها شده پدیدار گشت. او والدین خود را از دست داده بود. برادرانش به جرم سرقت و مواد مخدر در زندان بودند و خودش در منطقه محروم بدون هیچ هویت، عزت نفس و نظارتی رشد یافته بود. رضا روزانه تحقیر و بی‌قدرتی را تجربه می‌کرد. او برای جبران این احساس حقارت مفرط به دنبال اعمال قدرت مطلق مرگ و زندگی بر روی موجوداتی ضعیفتر از خود، کودکان و خردسالان رفت. رضا بالفطره قاتل نبود. اون محصول شوم بی‌توجهی، فقر مطلق، فروپاشی خانوادگی و لجنزار رهاشدگی اجتماعی بود که در آن خشم او به وحشیانه ترین شکل ممکن سرباز کرد. با پایان یافتن تحقیقات اولیه و تکمیل پرونده توسط کارآگاهان جنایی، پرونده متهمان فاجعه مرودشت جهت صدور رأی به دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. جنجال‌های رسانه‌ای و فشار افکار عمومی به قدری بالا گرفته بود که دادگاهی بسیار فشرده و سنگین برگزار گردید. دادگاهی که 7 روز کامل به طول انجامید و در هر روز بیش از 8 ساعت جلسه محاکمه ادامه داشت. وقتی رضا سردسته 16 ساله این باند پشت تریبون دفاع ایستاد، سعی کرد آخرین کارت روانی خودش رو بازی کنه. او در مقابل قضات ادعا کرد که خودش قربانی اصلی این سناریوست. رضا مدعی شد محمد و سیامک قبلا من رو مورد تعرض قرار داده بودن. ازم فیلم گرفتن و تهدیدم کردن که اگه باهاشون همکاری نکنم فیلمم رو توی شهر پخش میکنن و آبروم رو میبرن. من از ترس آبرو و تهدید اونا مجبور شدم این بچه‌ها رو بکشونم اونجا. این ادعا میتونست مسیر پرونده رو به کلی تغییر بده و رضا رو از یک جنایتکار بیرحم به یک قربانی باجگیری تبدیل کنه. اما قضاوت دادگاه و کارآگاهان با تجربه فریب این بازی روانی را نخوردند. با بازجویی‌های مجزا از همدستان، کالبد شکافی تناقض‌گویی‌های رضا و تحلیل رفتارشناسی مشخص شد که رضا نه تنها یک قربانی تحت فشار نبوده، بلکه خودش طراح اصلی، مغز متفکر و هدایت کننده تمام این جنایات بوده است. با رد شدن این ادعا، احکام نهایی توسط هیئت قضاوت صادر شد. رضا و محمد به جرم 2 فقره قتل عمد به قصاص نفس محکوم شدند. سیامک نقش کمتری در فرآیند قتل را داشت. از طناب دار رهایی یافت و به تحمل زندان و شلاق محکوم گردید. تا اینجای کار شاید فکر کنید پرونده به انتهای منطقی خودش رسیده و عدالت درباره جنایتکاران به اجرا درآمده. اما عجیب ترین
تلخ‌ترین و چالش برانگیزترین بخش این پرونده مربوط به هیچ کدام از این 3 متهم نبود، بلکه مربوط به صادق بود، همون پسر بچه 12 ساله‌ای که تنها شاهد عینی ماجرا بود و فقط به خاطر ترس از تهدید مستقیم رضا به مرگ سکوت کرده بود. در دادگاه اول قضاوت با نگاهی کاملا انسانشناسانه، حقوقی و روانشناختی به وضعیت صادق نگاه کردند. آنان درک کردند که یک کودک 12 ساله وقتی با تهدید قتل توسط یک جنایتکار روبرو می شود، دچار چه میزان شوک و ترومای روانی شدید می گردد. به همین دلیل صادق در دادگاه نخست از تمامی اتهامات تبرئه شد. اما خشم افکار عمومی و لایه‌های تاریک جامعه در این نقطه خود را نشان داد. جامعه به قدری از جنایات زخمی و عصبانی بود که تشنه مجازات و انتقامگیری کامل بود. موج شدیدی از اعتراضات مردمی شکل گرفت. آنان خواستار مجازات هر کسی بودند که به نوعی اسمش در این پرونده مطرح شده بود. تحت این فشارهای خرد کننده رسانه‌ای و عمومی، پرونده صادق به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد. در نهایت دادگاه دوم تحت فشار افکار عمومی چشمان خود را برای ترومای روانی و سن کم این کودک بست. رأی دادگاه دوم مثل یک شوک تلخ بر پیکر سیستم حقوقی فرود آمد. صادق 12 ساله به جرم عدم اعلام جنایت و پنهان کردن اطلاعات به تحمل حبس و ضربات شلاق محکوم گردید. تصور اجرای حکم شلاق بر پیکر کودک 12 ساله که خود قربانی روانی و شاهد بی‌دفاع یک جنایت هولناک بوده، تصویر جامعه‌ای است که به جای ریشه‌یابی علل جرم به دنبال پاک کردن صورت مسئله یا مجازات کورکورانه است. جامعه‌ای که فراموش می‌کند خشونت علیه یک کودک قربانی هرگز دردی را دوا نخواهد کرد و بستر آسیب بعدی را فراهم می‌سازد. پرونده مرودشت با اجرای حکم اعدام رضا و محمد بسته شد و طناب‌های دار بالا رفتند، اما رازهای مکتوم رودخانه کور و روح گمشده اسماعیل برای همیشه در اعماق تاریخ و گل و لای دفن شد. خیلی ممنونم که تا انتهای این پرونده همراه من و کانال سرنخ بودید. نظر شما درباره حکم صادق چیه؟ حتما داخل کامنت ها نظرتون رو بهم بگید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال سرنخ فراموش نشو. تا ویدیو بعدی مراقب حرفها و افکارهامون باشیم.